سلام دوستای خوبم، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه با من. امروز میخوایم راجع به ارتباط پول و عزت نفس با هم صحبت بکنیم. آیا واقعاً پول ما باعث بیشتر شدن عزت نفسمون یا اصلا ساختن عزت نفس میشه یا نه؟ بچه اول از همه تعریف عزت نفس خیلی عامیانه، خیلی قابل فهم بهتون بگم. عزت نفس یعنی احساس ارزش کردن، احساس خوبی نسبت به خودت داشتن بدون عوامل بیرونی، مثل پول، مثل نمیدونم ظاهرت، مثل هیکلت، مثل ماشینت، مثل خونت. به هیچ کدوم از چیزایی که تو داری ربط نداره. یه احساس درونیه، یه ارزش درونیه که تو اگر فقیرم باشی میتونه عزت نفس داشته باشی، میتونی پولدارم باشی، میتونی فاقد از عزت نفس باشی. یه جنبه دیگه عزت نفس اینه که دوستان، عزت نفس من میتونم توی رابطم عزت نفس داشته باشم، توی مباحث مالی عزت نفس نداشته باشم، یا نمیدونم توی هیکلم عزت نفس داشته باشم، توی صحبتم با بقیه عزت نفس. یعنی اینجوری نیست که کلا اون آدم توی تمام بخشاش عزت نفس داره یا کلا توی بخشاش عزت نفس نداره. اصلا همچی چیزی نیست. و اینکه ما توی دوران زندگیم به خاطر بحرانایی که تجربه میکنیم، به خاطر شکستایی که میخوریم و هر چیز دیگه ای، این عزت نفس همش بین 0 و 100 بالا پایین میشه. خب اصلا اینجوری نیستش که مثلا 100 باشه 0 باشه، مثلا 40 60 70. ولی خب وظیفه ما اینه که این عزت نفس رو توی هر بخشی از زندگیمون که نداریم تقویت کنیم. بریم که شروع کنیم. چی اصلا از کجا بفهمیم که ما عزت نفس داریم یا نداریم؟ اولین عامل براتون اینجا بنویسم هویت شخصیه. شده با کسی حرف زده باشین قبل از اینکه اصلا بخواد یه چیز از خودش بگه، اصلا از طرز تفکرش نظری راجع به یه چیزی بخواد بده، میگه من دکتر فلانیم، من فلان چیز دارم، من فلان شرکت رو دارم. اصلا هویت شخصیش بسته است به این مدارک و اون موقعیت اجتماعی و اون من کردنش خیلی زیاده. اول از همه پس شد ارزشی که برای خودش در واقع قائله بسته به اون موقعیت هایی که داره، و اگر ما این موقعیت ها رو ازش بگیریم دیگه هیچ چیزی واسه ارائه کردن نداره. اصلا احساس میگن توهی میشه، اصلا دیگه هیچی نمیتونه، نه حرف بزنه، نه میتونه خودی نشون بده. و اینجور آدما معمولا زیاد آدما حال نمیکنن باشون حرف بزنن یا مثلا باشون تبادل اطلاعات داشته باشن. بچه من چرا دارم همه این ابعاد دارم میگم؟ چون اگر تو عزت نفستو تقویت کنی، توی مباحث مالیت هم میتونی رشد کنی. همه چیز به همه چیز ربط داره. وقتی تو یه آدم منه، نمیدونم قده، نمیدونم اصلا همش فقط فلان مدرکم، من فلان کشور رو رفتم و فلان چیز رو دارم، این چیزا، یعنی این فرد توی این مباحثش فقط هویتش بسته به چیزاییه که داره. و معمولا آدما نمیخوان با این آدم منی زیاد ارتباط داشته باشن. دیدیم خودمون مثلا از یکی خوشمون نیاد، مثلا زیاد چیز اطلاعاتی بهش نمیدیم، ولی مثلا میریم با اونی که خاکی خوبه میریم همکاری داریم، مثلا اطلاعات خودمون رو بهش میدیم. این باعث میشه که حتی افرادی که اینو آگاه میشن ازش و درستش میکنن، توی مباحث مالیشون، همکاریاشون خیلی پیشرفت بکنن. پس اول از همه ببینید که آیا هویت خودتون بسته به چیزاییه که دارید یا واقعا احساس ارزش میکنید. دومین چیز اینه که مقایسه اجتماعی. افرادی که خیلی عزت نفس ندارن همش در حال مقایسه کردن خودشون با بقیه. طرف 1000 تا زمین، 1000 تا خونه فلان داره، ولی فلانیه یه دونه زمین بیشتر از اون داره. این رو مخشه، اصلا نمیتونه با چیزایی که داره حال کنه. این باعث میشه که آقا تو الان به خاطر چیزی که هستی و واقعا تلاشی که کردی، شخصیتی که واسه خودت ساختی، هیچ ارزش قائل نیستی، عزت نفس واقعی نداری. تو همش داری خودتو با بقیه مقایسه میکنی، همش احساس بد داری، همش فلانی از تو بهتره، فلانی از تو کمتر، یکی از تو کمتر باشه حالت خوبه، فرداش یکی از تو بیشتر میشه، اصلا میریزی به هم. خب پس
این دومین عاملی که باعث میشه که تو بفهمی آیا توی موضوع عزت نفس داری یا نه، اینه که خودتو با بقیه مقایسه نکنی. واقعا 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 حال آدمو بد میکنه مقایسه کردن. یعنی اگر میخوای یکی رو بدبخت کنی، اینه که ببریش همش تو مقایسه کردن و خودتون رو نجات بدین توی هر زمینه که اینو داری. و سومین چیز اینه که عزت نفس توی تصمیمات مالی نداره. نفس در تصمیمات مالی. بچه‌ها این بخش مربوط به چی میشه؟ مثلا کسایی که خیلی ولخرجی زیادی دارن، برم فلان چیزو بگیرم که فلانی میاد خونم بزنه تو چشش، یا همش در حال خرید کردن و بیش از حد دارن. ولی کسی که عزت نفس داره میدونه کی کجا چی نیاز داره اونو میخره. نمیخره چیزی رو به خاطر اینکه از چش بقیه خوب بیاد. خب هر جایی بقیه میان وارد شن، هر جایی که در واقع نگاه بقیه، دید بقیه، نظر بقیه میاد وارد بشه که تو بری کار یا انجام بدی، همون جاییه که باید خودتو گیر بندازی و بگی همینجاست که من عزت نفس ندارم، ارزش خودم رو دارم به نگاه بقیه میدونم. اگر چیزی میخوام بخرم باید برای دل خودم باشه، برای چیزی که خودم دلم میخواد، نه اینکه بکنمش تو چش بقیه یا بقیه بگن وای طرف چقدر خوبه، چقدر نمیدونم همه چی داره، مرفه. اصلا. پس اگر این موردم داشتید حواستون بهش باشه. بچه‌ها یه سریا باورتون میشه که ترس از موفقیت دارن و حتی ترس از فقرم هستا. من اینم بنویسم، ترس از فقرم هست، ترس از موفقیت. ترس از موفقیت رو کی داره؟ کسی که نمیگم ترس از موفقیت رو کسی داره که احساس میکنه که لایق و لیاقت ثروتمند شدن نداره. بچه هستن کسایی که فکر کنن من انقدر کم ارزشم که پول مال من نیست، من لیاقت پولدار شدن ندارم. بچه اصلا همچین چیزی نیست. که این یه ویدیو دیگه راجع به اینکه چون خیلی مبحثش طولانیه حتما پر میکنم که چیکار کنه که اینا از بین بره. فعلا فقط اینجا تشخیص اینو میدیم که توی چه زمینه‌های عزت نفس داریم نداریم. و گزینه یه سری افراد هستن خیلی ولخرجن، یه سری افراد هستن خیلی بذار اینم یه مورد بنویسم، ولخرج یا فوق‌العاده خسیس. اینا هم در واقع چون اینجا هم دوباره قضاوت آدمو میاد، نظر آدمو میاد، این دوباره برمیگرده به همون بخشی که عزت نفس طرف نداره که خودش برای خودش تصمیم بگیره. کسی که انتخاب شغلش بسته به این باشه که پول هر جا پول باشه من برم، من به هر کاری تن میده. حتی ما هر کدوممون باید بچه‌ها اینو برای خودتون مشخص کنید، یه روزی یک تایمی برای خودتون وقت بذارید ارزشاتون رو بنویسید. و وقتی که تو میری توی شغلی که کاملا مخالف ارزشای توئه، این یعنی نشون میده که تو عزت نفس نداری. تو ارزشت اینه که دروغ نگی. میری توی کاری که از بسم الله تا آخرش باید همینجوری دروغ بگی و این باعث میشه که تو بفهمی که آقا نه، من برای خودم ارزش قائلم، من و همش حالت بده. دیدی وقتی یه کار انجام میدی که مخالف عقاید خودت، ارزش خودت، اصلا حالت بده، خوبه، اصلا بعضی موقع آدم احساس مرگ میکنه ولی بازم ادامه میده. چون این دلیل نمیشه که تو آدم بدی باشی، دلیل اینه که تو عزت نفستو تقویت نکردی. پس روش کار کنید، مخالف ارزشاتون کاری انجام ندید. شغلی رو نداشته باشید که فقط پول توش مهم باشه. کاری انجام بدید که خب دوست دارید. اگر الان نمیتونید انجام بدید، ذخیره کنید و براش برنامه‌ریزی کنید و کاری که دوست دارید رو راه بندازید در آینده. و روابط، یه سریا که روابط انسانی اول بنویسن، انسانی و عاشقانه. این یعنی چی؟ این که کسی که عزت نفس نداره فکر میکنه چون پول نداره کسی عاشقش نمیشه، یا چون همه پول دارم و همه عاشق پولیه که در واقع پول منن نه خود من. خب این نشون میده که آقا تو عاشق خودت نیستی، تو ارزش خودتو نمیدونی. قطعا وقتی مثل سگ رفتار، خیلی ببخشید ولی وقتی مثل سگ رفتار کنی و به عزیزت فقط پول بدی، قطعا که نتیجه خوبه و فقط پول تو میبینه نه اون اخلاق تو.
پس اونو باید درست کنی. ولی کسی که واقعا آدم خوبیه ولی خب پولدار هم هست و فکر میکنه همه عاشق پولشن، یا کسی که آقا الان زیاد پول نداره و فکر میکنه دختری نمیاد نزدیکش، پسری نمیاد نزدیکش، چون پول و مثلا هیچ موقعیتی نداره، این واقعا نشون میده که طرف عزت نفس کافی نداره و ارزش تو به پولی نیست که داری، ارزش تو به موقعیتی نیست که داری. عزت نفس کاملا جدایی از اینه. تو میتونی عاشق خودت باشی، موقعیت‌های خوبی برای خودت درست کن، روابط خیلی سالم و مفید و خوبی داشته باشی، اصلا جدای از پول تو، موقعیت تو، ظاهر تو، اینا همه اینا بستگی داره که تو چقدر خودتو دوست داری و برای این وجود ارزش قائلی. و کسایی هستن اینو شکست مالی، یه سریا هستن وقتی شکست مالی میخورن دچار بحران میشن و بحرانی میشن که من نمیدونم، من کفایت کافی ندارم، من بی ارزم و این فکرها میاد و باعث میشه عزت نفسشون بیاد پایین. در حالی که دوستان من توی ویدیو دیگه گفتم اکثر آدمای موفق کاملا بعد از اینکه یه شکست خیلی عمیق و بدی خوردن موفقیت های خیلی بالایی به دست آوردن، برای اینکه اون شکستشون رو به یه دید بدی ندیدن، به یه دیدی دیدن که من از این چی میتونم یاد بگیرم، چی کارا باید انجام بدم، چی کارا نباید انجام بدم و بعد از اون اتفاقا خیلی عزت نفسشون بالا رفته، موفقیتشون بالا رفته و تو جدای از شکستاتی، جدای از اشتباهاتتی. همه ماها اشتباه میکنیم، همه ماها حرفی رو میزنیم که نباید بزنیم، ولی چیزی که مهمه اینه که تو خودتو با تمام اشتباهاتت، با تمام خطاهات، با تمام شکستات دوست داشته باشی، چون این آدم بوده که پا به پای تو توی تمام لحظات با تو اومده و قطعا که ما باید همیشه رو خودمون کار کنیم که بهتر بشیم، ولی همین آدمه که داره کمک میکنه که بهتر بشی و این آدمه که بهتر میشه، پس تو باید اینو دوستش داشته باشی تا این راه بیفته به انجام دادن کاری و توی مسیر رفتن. و یه جمله خیلی قشنگی هست در آخر بگم، میگه که آدمی که عزت نفس داره آدم کاملی نیست، آدمیه که وفادار به خودش حتی وقتی که کامل نیست. و این خیلی قشنگه، به نظر من خیلی قشنگ بود. یعنی من موقعی که این جمله رو خوندم اصلا 3 ساعت موندم. اصلا لازم نیست که توی چیزی کامل باشی تا عزت نفس داشته باشی. آدمی که عزت نفس داره آدمیه که با تمام نواقصش، با تمام ناقص بودنش توی هر زمینه‌ای به خودش وفاداره و خودش رو دوست داره و این دوست داشتنه که قدرت پیدا میکنه آدم که بعد بیاد رشدای بیشتری داشته باشه. دوستان اینم از ارتباط عزت نفس و پول. پس پول عزت نفس نمیسازه، ممکنه که محرکش باشه، ولی به نظر من آدمی که عزت نفس داشته باشه میتونه که پولای بیشتری در بیاره. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که خیلی بهتون کمک کرده باشه. اگر که واقعا دوستش داشتید واسه عزیزانتونم بفرستید که اونا هم بتونن استفاده کنم. بریم تا ویدئوی بعدی. فعلا خداحافظ.